با نام خدای بخشنده مهربان. سلام، من حکیمی هستم از فرانسه. خوش آمدید به برنامه نوبتی ما. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید، پیش از همه صحت و سلامت در کانال عائله، در کانال فامیلتون و زندگی خوبی داشته باشید. عزیزانی که تازه با کانال ما آشنا شدید، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و به کانال ما ابونه شوید و زنگوله دومی رو برای همیشگی فعال بسازید تا که بیننده برنامه‌های آینده ما نیز گردید. موضوع برنامه امروز ما دوستان عزیز سیر و گشت شامگاهی یا که شبانه در شهر ورشو لهستان. چنانچه میدانید ما چند وقت شد در لهستان قرار داریم و خواستیم که از تمام جاهای زیبا و دیدنی این شهری مشهور به شما نوارها و سوژت های داشته باشیم. در این نوبت میخوایم که در این باره سیر و گشت شامگاهی یا که شبانه در شهر ورشو رو به شما پیشکش و پیشنهاد نماییم، چون خیلی زیبا و دیدنی هم هست. به قول بعضی از اروپایی ها شهر ورشو را نیویورک اروپا نیز مینامند و به قول بعضی هاشان شهری کوچک پاریژ نیز میگویند شهری ورشو را. به این خاطر ما خواستیم که همه این زیبایی را نه تنها من ببینم بلکه با شما دوستان عزیز این نوارها و این سوژت ها را با هم شریک بسازیم و بریم با هم تماشا کنیم تمام خیابان و جاده ها و آپارتمان ها و جاهای زیبا و دیدنی شهری ورشو را از طرف شب. بریم با هم تماشا کنیم.
دوستان عزیز، ما فعلا قرار داریم در مرکزی یکی از خیابان‌های مرکزی ناحیه شهر ورشاو لهستان، هم از طرف شو و این هم جاده هایی که شما میبینید و ساختمان هایی که میبینید در ورشاو. فعلا شب است، ساعت 12 یا که 11 و چند دیگه. گفتم که شما هم ببینید یک دفعه این ساختمان ها و این خیابان ها را. شب است، خلوت است و خیلی ساختمان های خوب و زیبا و دیدنی. این طرف هم ببینید دوستان عزیز، و غیره دیگه اتوبوس ها و ماشین های کم دیده میشه در. دوستان عزیز، این هم یک کتابخانه است. این ساختمان کتابخانه رو ببینید. بلند است. و دوستان منتظر باشید، انشالله در روزهای نزدیک نوارهای جدیدی ما بهر شما پیشکش خواهد گشت. شما حتما ما رو دستگیری کنید در شبکه‌های اجتماعی. چند نوارهای داریم از شهر ورشاو و به نزدیکی انشالله بهر شما پیشکش خواهیم کرد. و دیگه وقت شما رو نمیگیرم، فعلا با ما باشید. برنامه‌های ما ادامه دارن از شهر ورشاو لهستان یا پولند. عزیزان، هدف از برنامه چی است؟ هدف از برنامه ای است که ببینید دولتداران اروپایی برای مردم خود چه یک شهرها و چه یک خیابان‌ها و چه یک جاده‌های آماده کرده و ساختن و برای مردم خود یک سهولت، یک آسانی کار را مهیا کردن. به اون خاطر تمام مردم دنیا میگن اروپا یگان کار دیگه نداره، فقط دولت در خدمت مردم است، نه مردم در خدمت دولت. در بعضی کشورهای مثلا آسیایی که کشورهای ما و اون خود دوستان هدف برنامه ای است که ببینید گفتی به قول مردمی شهر من افتخار من، شهر من خانه من، و مردم ها ببینید چقدر شهر خود را دوست دارن، تازه نگاه کردن و این هم زحمت های دولتدار و حکومتداران اروپایی می باشد. دوستان دیگه اینجا رسیدیم به فرجام برنامه. این هم بود کمی معلومات درباره سیر و گشت شامگاهی یا که شبانه در شهر ورشاو لهستان. خدا کند که دوستان عزیز این نوار این ویدیو بهر شما پسند آمده باشد و تشکر از آن نفرانی که برنامه‌های قبلی ما را می‌بینند و دیدند و لایک گذاشتن و کامنتر گذاشتن. یک جهان سپاس، یک جهان تشکر. عزیزان، شما را به خدای پاک و منان می‌سپارم تا برنامه‌های بعدی. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. بدرود.